اینقدر شما بسیارو خرسکاتون رنگ همین کسلوی خرابالا باریده. السلام علیکم مادران، خواهران، برادران، پدران، پیر و برنامه که امروز با تشریف خواهر عزیزمان آرزوگل خان اینجا قدم رنج نمودید. خوش آمدید. قدم های شما و دیدگان ما به شما استراحت خوش تنصیحاتی تمنا میکنیم. بار دیگر من به شما یادرس میشم گفتنی هستم که اگر کدامی از شمایان در حقیقت شنونده باشین، تماشابین هنرمندان اصیل باشین، خواهین که به فنگرامه یعنی مردن و زنده خوانن فلرمون با اومدن گیرتون. این هم به شفاعت حاجی افضل شادی است. خوب بار دیگر خوش آمدید همه‌تون. اون مادرایی که کلناشون گریخته آمده که به شما استراحت خوش. او کلنایی که ای دست خوشتومند طاقت کرده گریخته آمده که استراحت شما هم استراحت خوش. سوم کاتگوری آدما، او آدمایی که قرضدار هستیتون کو. قرضدارا شما کافته است، شما در اینجا راحت کرد کنسرت تماشاتون شما به استراحت خوش. تصور کنید که شما ایگون کس قرضدار نیستیتون. تلفن کشتون. و کجا میدونید که شما پول میگیرید تماشا میرید و استراحت کنسرت میبینید آخه همه آدم قرض داد بس سوراخ کرده میسته آدم بیزار میکنند نه سزاش هم سزای وای همین گیرو نکنید تو تلفنتون. گویا که شما ایگون از قرض شما بهترین ما نگیرگیرید خودش شما کافته گردد و میگیرید قرصک با برای خدا میزنید. دائما صحتمند باشید، سلامت باشید. در لبان شما دائما تبسم هویدا باشد. تن گرم شما یک عمر درد نبیند. دعا میکنیم که دائما سلامت باشید و دائما دختر رو بیکار گردن. الله اکبر. لیکن معاش گیرن مالا $1000 گیرن و بیچاره 8 سال 10 سال پول داره خونده که واییم. یک واقعه نقل میکنم. دارو فروش اپتیکا با دارو فروخته استاد است که اپتیکا چی هستون اپتیکا چی بدین؟ پیش خدا نکنه شما کسل شویتونو. پیش دکتر میری باید دکترو وراج می دکتر میبیند که با قطعی اپتیکا چی دادو گریف داشتین اینا کلینت و یا بدین اینو. با گپ میزنه هم دکتر که این دارو فقط اپتیکا رقم 1 یا که او فلان جا بعد خشت برای خود شبیه تا میخیر کرده. دیگه ایگون جا قبول نمیشد است. میدونید چه؟ من کل به شما گپ میزنم یک اپتیکا چی دارو فروخته است که یک مردک میدونه جان خلیب داری تاقا جان اینجا دارو خانه انا وای در دیگر بازار اینان بخش هیچ گپ نیست. روز دیون با آمده جان دینا خلیب نداشتی برس خلیب داری البته تاقا شما دیوانه می یک آدم 30 سال کلان رفتگی آخی انا وای در دیگر اینجا دارو خانه اپتیکا داد نزن اتوی چت میکنی رو اینجا یک هفته دارو فروش بیزار کرده. این دارو فروش هم گفته که بیا بالا با پسش یک خلیب گرفتم اونم کاری چیکار میشه باشد گفته یک خلیب گرفتم اونده که یک هفته پس با آمده جان خلیب داری؟ گفته ها دارم. خیلی یک خلیب بوده انا خلیب شما با این مرد خلیب گفته با یک تای دیگه زده نامرد تقا خلیب گفته دادم خلیب داد خلیب گفته با چی منم میزنه خلیب داری یک هفته شو آدمای احمق تر گشتی تو. یا مرد گای کار اومده که کلین اوقات نکرده است. تو همین روز در روز در خونه خوب خوشت نمیتید یک کل همین یک من به حیلو اوقات کنی من کار مونداش آمدم این زنکچه خدا گیرد آوازتون بلند نکنه 2 روز شد میان درد ماخی میانم همین قدر ایجام جمیدن نمیتونم اپتیکا روی یا مزی نو برو اومده یا مز بیاریم من ساعتم با چی بوده و مز خودت رو واخی من گشتن نمیتونم این از زنی همسایه من دیده گفته که میانی منم درک ده همین دارو گرفتم شکیدم مز بوده است مزی نغز به اینا گیری نو برو اومد بیار خیر کن این مردک چه کاغذ گرفته نام مز خونده که چی؟ سینا فلان چی؟ سینا فلان اوه بلازد خدا گرفت اختراع کاری داریه خودت رو یکم فروشنده زنک بیده خودت رو آخی روید نمیتونه هم میلش بیشوره مردکی تقوادار شرمگی بوده است آمده اپتیکا بی دارو فروش یک زنک با چیکار کنم اکو من خب با ایستاده بفته وای چیز وای ها چیز گپ زنید تا کجا گپ زنید باید بین بیمار و عموما طبیبا باید که عموما یگان سر نباشد ولی استو من تابت میکنم استو جلو میشه اینجا گپ زنید تا جان این بیچاره استا اینجا استو نراو اینجا استو
گپ زنید تاقا جان چی شرمه که گپ زنید این مردک سراسیماش داد نام دوری فراموش کرده بچه ای خواهر جان میبخشم این جیجی فلان نداری تو سلام سلام نام شما آذرشا شادی ها یا تا با یه هفته پیش دم یک آدم دو پا درست یک قشیمو کاستوم روبر همینجا چی بای خیلی شدی ای بچه چی با مایده شدی خنوکه تو توچین همه افضل شادی میاخی ها تو روبر همین کارخانه میاخی ها انا هنگو این جوری من بیا یک قرص روی افضل شاه بزنیم من افضل شاه جان الهی یه ساعت پس بیدم که با کسنو برو گلسکا در همجا باشم خیلی کده گردی پیش فلبانه با یک قرص برای افضل شاه او